من توی وصل کردنه. بچه اگه حد زدین این چیه؟ خب اول از همه ظرف غذاه باید این بغلا رو بزنم، بعدم این یکی. از وقتی بچه بودم از این کارا نکرده بودم. خیلی خوشگله. خوشت میاد؟ میذاری اینجا. خب میام اینجا. بچه ها دارم واسه دخترم جهیزی آماده میکنم. خب ظرف غذاش آماده کردیم، حالا میخوام خونش آماده کنم. فکر کنم این برای پله باشه. اینم پازلشه، با اینا وصل میشه. اول از همه باید 4 گوششو وصل کنم. فکر کنم 4 گوش پایینی رو باید وصل کنم. خب اینو میکنم داخل این، بعد از این بر میدارم اینجوری میندازم، قفلش میکنم. این توپولیشو میندازی از این ور داخل. برای لانا نباید از این خونه های بزرگ بلند پشمی بگیری چون نمیره توش. چند روز پیش من یه سفارشی داده بودم، بعد لانا تا جعبه رو دید دیگه رفت تو جعبه، بعد از اون روز کلن تو جعبه است. خب این جاییه که رو زمین قرار میگیره. فکر کنم باید اینجوری بزنم که توش این باشه. خب الان این پایین سفت میکنم. این بچه قسمت همکف خونه لاناه. خب به نظر من خیلی دنجه این تو. الان میخوام طبقه بالاشو درست کنم. اول از همه اینو میذارم. سعی دارم یه ویدیو مثلا ASMR هم باشه این ویدیو، ولی صدایی که شماها میشنوید چطوره؟ خب الان میخوام طبقه دومشو درست کنم. دارم اینا خیلی بامزه است، انگاری مثلا چیزه بالکن خونشه. اینم وصلش کنم، بعد با هم برش گردونم. برای توی خونش تشک گرفتم، ولی تشکی که گرفتم خیلی بزرگه، یعنی چون خونه رو سایز 2X لارج گرفتم و تشکش هم 2X لارجه. بچه رو از خواب بیدار کردم، بیام ریاکشنشو ببینم. برو تو. به نظر من که دوستش داشت. بچه مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. تا ویدیو بعدی، خدافظ.